پیراهه زندگی پر از شیب و فراز است، پر از ناجوری های روزگار است و هیچ یک شخصیت در پیراهه روزگاری خویش به مانعه، به مشکلی تا جای نرسیده است. در جای پیشپا خورده و در جای افتاده، ولی همیشه تلاش ورزیدن برای رسیدن به موفقیت سبب گردیده تا انسان تا جای به آرزوهای خود برسد. بینندگان عزیز، امروز در برنامه پیراهه از پیراهه طی کرده هنرمند میگوییم که نقشش در سینما و تئاتر کلان است. سعادتمند کسی است که تن به درد و حیات خرم داشته باشد و عمر خود را در حلقه پیوندان میگذراند. ولی سعادتمندتر از آن شخص است که سلامتی و ادراک خود را برای زندگی خود و دیگران میبخشد. قهرمان نوبتی پیراهه مرد است نجیب، هنرمند است اصیل و استاد است ماهر. همچون هنرمند عالی است و همچون انسان، همچون شخصیت بهترین. مسئولیتش بلند، طلب دارد. در حقیقت دلشان یگان کینه ندارد. دویم میگویند که ما باید کوشش نماییم، سعی نماییم که فرزندها عالم شوند. برخولی غلام حیدر هنرمند محبوب تاجیک زاده دهه زیبا منظر پاشخرف ناحیه درواز است. زمان نورسی او در این دهه خوش آب و هوا می‌گذرد. قشلاق خیلی در یاد من بسیار مانده است، چون که من در همون قشلاق، در همون دهات به وایه رسیدم. دهه‌ای که من تولد شدم و در همونجا به وایه رسیدم، یک دهه خیلی زیبا منظره هست، اگر که نه چندان کلان هم باشد، خیلی کوچک است، ولی از 4 طرف دریا و دریاچه ها دارد. خیلی آبهای شیرینند. آب همین دهه پاشخرف در سابق اتحاد شوروی جای اول اشغال کرده بود از جهت تازگی. یعنی که آب خیلی آب تازه است، یگان چیزی زیادتی در ترکیبش ندارد. پاشخرف دهه‌ای هست که از 4 طرف با کوههای آسمانبوس فرا گرفته شده و دریاچه و چشمه‌های مصفا دارد. از سرچشمه‌های علمی معلوم است که پاش معنای روی و خرف معنای آفتاب را دارد. معلوم می شود که دهه آفتاب رویه می باشد. مسافدانی بودن که بسیار صحبت‌های خوب می‌کردند و یک صحبت‌های خوب می‌کردند که لذت می‌برد کس. بعضن ما را در صحبتشان بعضن ره نمی‌دادند. با همین نگاه نکرده به یک علاج یافته از پس یا یگان درخت یا از پس یک علاج کردم، کوشش می‌کردیم که موسیقی‌ها چی می‌گویند. موسیقی‌ها گپ‌های بی معنی بی مضمون نمی‌گفتند و سخن‌های خیلی والا می‌گفتند و یا پیرهای خردمندی بودند که اگرچه ناخوانده هم بودند ولی روزگار دیده بودند و تجربه زیادی داشتند که بعضا خیال میکردید که همه کتاب‌ها را همین موسیقی‌های دهه‌ای من خوانده باشم. من هم خیال میکردم و موسیقیان به نهایت ملایم بودند و مهر بودند، با یک چشم گرم، با یک مصلحت، با یک نصیحت‌های خیلی خوب و همین نورس‌ها و همین ها مراجعت میکردند و موسیقیدان قشلاق ما همه وقت میگفتن که پسر جانم، نبیره جانم، بخوان. خواندن در کار که خواندی یک چی میشوی، اگر نخواندی هیچ چی میشوی. در زمان کودکی برخولی از محبت مادر به نصیب میماند و در تربیت پدر و بابا و بیبیش میماند. او میگوید که گذشتگانش در ولایت بدخشان همچون شکارچی محبوب بودند و همیشه صیدهای خود را به دیگر دهه‌ها برده با خوردنی‌های نیاز داشته عوض می‌کردند. باباهای ما را شکارچی میگفتند، صیاد. یعنی که صید، از پشت صیدها همه وقت بودن و یکی از صیادهای خیلی ماهری همون دور زمان هم در همون دهه و بیرون از دهه و دهه دیگر و چندین دهه‌های دیگر همه خیلی معروف بودند همچون صیاد. و تا یک اندازه حکایت میکردن باباهامون که ما صید میکردیم. ونج خیلی در نهایت نزدیک است، ولی ونج در همون دوره پیشتر هم یک دیار خیلی سرحاصل، یک دیاری با فیض و خیلی پهنا است. نظر به درواز، خیلی درواز ونج
یک جزوی خیلی خردی تاجیکستانی عزیزم همه، ولی در روزگار و داراگی مردم ونج خیلی دارا بودند از جهت همون زمین های بسیارتر، از جهت چارماداری، از جهت میوه همه خیلی. بعد باباهای ما همونجا بزی کوهی را میبردن، نخچیر میگویند، خودی فردوسی هم نخچیر میگوید البته. همین نخچیر را میزدن میبردن، پوست و گوشت نخچیر را حاضر چی میگویم که عوض میکردن، یعنی گوشت میدادن، پوست میدادن، از اونجا میگرفتن باقی مانده چهارمغزهای خوب، سیبهای خوب، این نخوتی ها، تبر، تشه. پدری برخوالی یکی از مردان نمایان دهه بود. او با دانش تا صنف 4 گرفته‌اش رئیسی جماعت را به عهده داشت. در محبت پدر زندگی نمودن برای برخوالی دیر دوام نمی کند. هنوز در سن 4 سالگی او از این محبت نیز محروم می گردد. و من در آینه رئیس جماعت تربیه می یافتم، ولی بدبختانه خیلی جوان از مادر و از پدر ماندم که این البته تا حالا هم تاثیر دارد و وقتی که من از پدر یا از مادرم یاد میکنم خیلی یک به هیجان مرا میگیرد و خیلی حتی دلگیر هم میشوم در همین سن سال مبارکه که خداوند منو به همین رسانده است. حالا هم من یاد پدر و یاد مادر را همه وقت اجرا میکنم، یعنی که من بسیار در وصف مادر شعر میخوانم، شعرهای استاد دی بزرگ میرزا ترسون زاده که خیلی من استاد برای در وصف مادر بهترین شعرها است و در وصف زن بهترین شعرها گفته است. من به حد احترام میکنم استاد بزرگ، دوست میدارم ترسون زاده را همچون شاعر. با امر تقدیر برخوالی غلام حیدر هنوز از زمان طفلی از محبت والدین به بهره میماند و این علم است که تا حال او را عذاب میدهد. زمان مکتبخانه تا صنف 3 او تعلیم را در مکتب دهه‌شان و بعداً در اینترنت ناحیه درواز میگیرد. او میگوید که درس های روزگار برایش چون یک درس مکتبی بود که صفحه به صفحه دیگر میشد و او از هر یک رنگ روزگار درسی نو میگرفت. اینترنت مکانی بود که برخوالی در برابر نورسان دیگر به آموزش و تعلیم فرا گرفته شده بود. با محبت آموزگاران و نزدیکانش او کوشش میکرد تا نمونه باشد. از همه بیشتر اینجا ورزش را دوست می داشت. در برابر جوانان نسبتاً کلانسال او به بازی می در آمد و غالب هم می آمد. اینترنت خیلی جای خوب بود. در اونجا اصلا آنهایی که پدر و مادر نداشتن کمتر رحم یافتند که پدر و مادردارها بسیارتر بودند. اونجا یک طلبات خوبی بود نسبت به خواننده مکتبچه، یعنی معلم ها هم در مکتب درس میگفتن هم در اینترنت کمک میرسوندن و خیلی سر و لباس میدادن، 3 وقت طعام میدادن، جای خواب. بعد بچه ها بودن بازی های عجایبی همین خوب بودن، بازی های چی گوییم رنگارنگ بودن، توپ های خوب پیدا بودن یک وقتا، لیکن اگر در یگان خار میزدن همون لحظه توپ از کار میبرآمد. بعد همه با رنجور بودیم با کی از کجا پیدا شود و مربی های بهترین بودن و تربیه بهترین میگرفتیم و در تربیه برای دوست داشتن وطن در نوبت اول وطن بود که در این وصف وطن تا آشخانه سرود وطن میخواندیم، از آشخانه هم برآمدن سرود وطن میخواندیم. برخوالی میگوید که هرچند به عدالتی های تقدیر بر وقت نصیب شده است ولی او به کسی را در اینترنت احساس نکرده است. همیشه استادان و نزدیکان برایش غمخواری میکردند. محض اینترنت سبب گردیده تا محبت زندگی و وطن را بیشتر درک کرده باشد و به قدر روزگار خیش برسد. محبت صنعت در وجود برخوالی هنوز سالهای نورسی پیدا شده بود. وقتی او آگاهی پیدا نمود که پدر بزرگوارش گاه فلک سرایی میکرده است، محبتش به صنعت بیشتر می شود. او میگوید هرگاه هنرمند به ناحیه می آمد
بطاقتی میکشید تا تیزتر با هنرنمایی او آشنا شود. به نهایت همه آوازخوانی را دوست می داشتم و هم وقتی که از دوشنبه یا از کدام ناحیه تاجیکستان برای دوشنبه آوازخوانا می آمدن، یک عید بود برای من. شخصا برای من یک عید بود و برای همه عید بود که کسی آوازخوان با ناحیه درباز یا به دههای ما آمده باشد، شب خواب نمی برد که روز شود که من رفته همین آوازخوانی و همین کنسرت، همون برنامه را تماشا کنم و تقلید میکردم. حالم تقلید میکنم، یعنی حالم اکثر حافظ را تقلید میکنم. بعضا آوازخوانی هم دارم، یعنی برای خودم، برای خیر بعضا نگاه کسی اگر که طاقت کند میسرایم. خب پدرم خدا رحمتی قبلگاه آوازخوانی داشتن، یک آوازی خیلی مرغوله دار و یک آواز خیلی زیبا داشتن که یگان محفل یا یگان محرکه دهه یا قشلاق‌های همسایه به پدری من نمیگذشته است. فلک میگویند که فلک، حالی که میگن همین من فلک به خاطر پدرم که میگفتن که فلک میخوان، در بچگی کودکیم در گوش من ماندگی بود که میگفتن که همین غلام حیدر فلک میخوان، زمین زمان میجنبید. اگه خیلی واهمه میکردن مستفیدا خیلی همین خیلی ده و خیلی خیلی هست کو همین خیلی در آمد دیگه میگویند. من همین فلک بعد فهمیدم که فلک این همین آوازخوانی بوده است، همین آوازخوانی که یک از دل و یک غمگینانه و همین خیلی در نظر من همین خیلی مینمود. خب منم همین در گوش بعد همین فلک، حال همین فلک من چنان حالا من فلک میخوانم کم فلک میخوانم به خاطر که یعنی که پدری من فلک سرا بوده است و افتخارم میکنم. میگم صد افسوس پدری من یگان چی نمانده است که ما امروز هم معرفی کنیم پدری من فلک خوان بوده است. این البته باعث افتخار هر کس میشود که یعنی که پدرتون هم یک آدمی بوده است که از صنعت با خبر بوده است، یعنی از فلکخوانی که فلکخوانی کاری هر کس نیست. انا از همیشه جهت شاید باشد و وقتی که در اینترنت میخواندیم همونجا بین خودمون خیلی آوازخوانی میکردیم و تقلید میکردیم این یا آن حافظه. دست نمیدهی به ما، دست به ما نمیرسند، صدی میانی آدمان تا بس هماه نمیرسند. وعده معرفت کجا، واهی خون فشان کجا، وعده معرفت کجا، واهی خون فشان کجا، ره و ره زنان به هم سوی خدا نمیرسند، ره و ره زنان به هم سوی خدا نمیرسد. بعد ختم اینترنت با مصلحت امکش او حجت‌هایش را به فاکولته صنعت دانشکده آموزگاری تاجیکستان می‌سپارد و آنجا از محبوبترین استادان سبق می‌گیرد. برقولی میگوید که بهترین خاطرات سالهای اول دانشجوییش آن بوده که گاه گاه در کوچه‌های شهر رهگم می‌زد و باز با کمک آدمان به منزل می‌رسید. من اصلا برای آمادگی می‌دیدم برای اینستیتوت تربیت جسمانی همون وقت، ولی نمیدانم امر تقدیر دیگر تر شد و در بین درآمد همه که کارمندی به خطری بودن گفتن که اکنون تا امروز همه ورزش اجرا کردی نکردی در صنعت باید که قدم بگذاری، زیرا صنعت باز دیگر چیز میآموزاند، دیگر راه ها را میکشاید و خوشبختانه همین خیلی هم شد. من با فاکولته صنعت که همون وقت در دانشگاه آموزگاری بود در همون داخل شدم و بعد از یک سال اینستیتوت صنعت گشاده شد و من کورس پره‌ای همین دانشکده را ختم کردم. وقتی که از دیت به شهر می بیاید یک حادثات است و شما راه نگاه نمی کنید، همون اطراف رو نگاه می کنید، هر چیز برای شما عجایب، خانه های عجایب،
همه چیز عجایب و غرایب است نسبت به دیگه ها. این ماشین ها، اتوبوس ها، این راه ها یک چیزی عجایبات است و تا یک وقت به خود نمی آیید. تا بعد چند وقت به خود می بیاید، راه گم می شوید، در یک راه میره در دیگر راه می براید. همین دوشنبه در نظرتون یک عالم دیگر، یک دنیای دیگر، یک بیکنار، یک شهری بیکنار. بعد اینجا بر راه گم میکنید، اینجا راه گم میکنید. ما همین خیلی بودیم، فقط از راه به راه دیگر است می رفتیم دیگر ناحیه ها. از دوشنبه حیران میمونیم و در دیگر ناحیه. همین خیلی هم بود که من یک بار ناحیه همین رودکی و رایان لنین بود، راه گم زدم، من همونجا رفتم. بعد میگفتن که همین راه گم که زدی حتما از ملیسا پرسان شو، ملیسا حقیقت میگه. بعد ملیسا میگفتیم ملیسا حقیقت. بعد با میگفتن که همین اتوبوس میشینی با هم دوشنبه میرسی. اینجا می اومدیم با احوال هم احوال با کجا رفتن با هم نمیدونستیم. در دانشکده برایش استادان محبوب اصلی برهانوف، حاجی قل رحمت اللهیوف و دیگران درس گفتند که هر یک در کار و ایجاد پیراهه خود را داشت. از هنرمندان معروفی که ما در همون مکتب علاقه آشنا بودیم در وقتی هم خواندنمان، استاد اصلی برهانوف. استاد اصلی برهانوف از ما را درس هم گفتن، چند وقت دیگه چند مدتی درس گفتن. بعد با از کار خودش شدن، بعد برام رفتن. استاد حاجی قل رحمت اللهیوف، استاد حاجی قل رحمت اللهیوف خیلی یک انسانی عجیب بودن، یک کارگردان، یک آموزگاری خیلی عجیب بودن، خیلی مهربان بودن. یک راه ها و یک نازکی ها را برای ما آموختن که ما از این انسان بزرگ خیلی چیزها را آموختیم. باقی استاد محرم فیضوف یکی از استادانی که از فرق نکرد، به نهایت صغیر بودن و بسیار یک مرد دانشمند بودن و به نهایت مهربان بودن. با وجود صغیری مهربانی های خوب داشتن و مصلحت ها و نصیحت های خیلی خوبی دادن که بنده من از استاد محرم فیضوف خیلی و خیلی نازکی ها را پی بردم و آموختم و برای خودم حتی می نوشتم. فعالیت مهنتی را برقولی در تئاتر به نام پوشکین شهر خوجند آغاز می کند و او را به این درگاه اسلام سلاموف دعوت می کند. در این تئاتر نزدیک به 2 سال فعالیت کرده است. خوشبختانه اسلام سلاموف در همون نمایشی که ما برای همون تماشاگران پیشکش کردیم، همون چیزی نمایش ختم کنی اگر گویم شاید که همین درست‌تر باشد، اسلام سلاموف همونجا بودن تماشا کردن. بعد خیر من راست دیگه حیران بودم که کجا میروم. بعد یکی آمدن بسیار انسانی عجایب بودن، یک انسانی خیلی مهربان بودن. بعد آمد خیر سلام کردن، گفت من تماشا کردم، خوب آفرین. بعد خیلی صحبت کردیم. بعد صحبت اسرار کمال‌الدینوف یک برادر نهایت نزدیکی من و رفیقی خیلی نزدیک هم یک جا خواندیم در همون دانشکده، صحبت کردیم 3 نفره. بعد استاد اسلام سلام گفتن که انا هر دوی شما همه بیایید همین تئاتری آن وقتا به نام الکساندر سرگیویچ پوشکین بود، تئاتر شهر لنین آباد به نام الکساندر سرگیویچ پوشکین، بیایید همونجا کار کنید. من راست دیگه بعد همین در همین بعد سخن استاد اسلام سلاموف من یک هیجان پخش کرد که میریم در تئاتر درست دیگه تئاتر ندیده بودم، لیکن آوازه تئاتر علاقه در همون دوره که ما در دانشکده میخواندیم آوازه تئاتر پوشکین خیلی گوشرس بود. از شهر خوجند برقولی به تئاتر دولتی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی می آید و وقتهای اول تنها در نقش‌های عمومی جا می‌یابد. این به آن خاطر بود که هنرمندان محبوب آن وقتها در این تئاتر بیشتر بودند. همین گونه می شود که برقولی با اعتراض نزد سرکارگردان می درآید و آرزوی در دل داشته خویش را بیان می سازد. در تئاتر لاهوتی خیلی مدت طولانی نبودیم در یگان نقش نبودیم. در تئاتر اصلا نقش ها را می گرفتن برای 4
هنرپیشه یا 5 کس دیگر باقی مانده همه بلیگو بودن، یعنی که در اطراف شاه را اطرافیانش بازی میکرد و یکی از بازیگران اطرافیان کمینه کمترین بنده بودم که این چیزها بدیل میزند. بعد میخواهید یگان نقش بازی کنید، یگان باید بازی کنید و خب من طاقت نکردم. یک وقت تقسیمات داد از دست عقل گریبایدوف شد و با مردم تقسیم کردم، با ما هیچی نرسید و من رفتم نزد استاد مایبلیوف. خیلی مردی بزرگ بود، کارگردانی خیلی بزرگ بود و انسانی زمینی دانشمند بود. در آمدم من گفتم استاد آخر ما از همون تئاتر پوشکین شهر ناباد با اون مقصد آمدیم که در این تئاتر رشد کنیم، یگان نقش آفریم. این سالهای سال شده است گفتم از یگان نقش به ما نمیرسد، این چی میشود؟ خب مردکی خوب بود، زیرک بود، گفت خب برخوالی شاه تک نو خیر همین کشاد روشن گفت زن. من گفتم کشاد روشن معلم همین که من میخواهم که نقش چتسکی را اجرا کنم. چتسکی تک از کجا برای کدام مقصد؟ من گفتم با اون مقصد که وقتی استاد نظام نورجانوف در درس تاریخ تئاتر از همین فن برای ما سخن میگفت که در همین وقتی که درباره همین داد از دست عقل آمدیم گفت که چتسکی خب یک جوان آلوفته، یک جوانی نهایت زیبا، خوش‌سر لباس و خیلی عاقل بود. از همین نقطه نظر من میخوام که من همین چتسکی را بازی کنم که باید همین خیلی آدمی خوب بوده است. من خندید، استاد گفت که خیر این فکرها بد نیست. گفت تقسیمات شده است در بین هنرپیشه ها، ما اکنون از تقسیماتی که قانون برآمده است و غیره ویران کردن نمیتونیم. حالی در پیش جوانی شما جوان هستید، در پیش نقش های بسیارند، همش میشود. این خوب است که شما این خیلی فکرها دارید. همین خیلی از دست سراسیاری تئاتر استاد شادروان جایشان جنان باشد خوشنظر مایبلی برآمدیم. دیگر من یگان بار مراجعت یگان رژیسور نکردم. من در این تئاتر مقدس آوازه‌داری به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی طول 50 سال است که کار و فعالیت دارم و در این سالها طول این سالها هنرمندان خیلی مشهور و معروف در یک جا فعالیت کردم و گفتنی هم که یکی از جوانهایی که آن وقت به تئاتر وارد شد این برخولی غلام حیدر. درباره برخولی چه گویم؟ از روی آداب و همچون رفتار و کردار با فکرم به حد با معنی، به حد با آداب، رفتار، گفتار، معامله. طول همین قدر سال ما در تئاتر داریم بحث مناظره میشد بعضا درباره ابراز ها. من با برخولی جان چندین ابراز ها آفریدم، چندین نمایش ها بودیم، بسیارتر نمایش های بچگانه بودیم. گلیم کبود آن وقت بود که تورخان احمد خانوف مانده بودم و وی پسر بود، من آنجا ابرازی پری بودم و باز خرسندانه باز گویم که خوشبختی من این که من با برخولی جان به حد بسیار نمایش ها باز کردیم و بسیار گسترول ها بودیم، در نمایش امتحان، در نمایش توی. برای هر یک هنرمند جوان این مایه افتخار است که در چنین تئاتر بزرگ با عنوان تئاتر دولتی اکادمی درامایی به نام ابوالقاسم لاهوتی و در کارگزاری و در همبازی یعنی همشریک بودن با همچون هنرمند استاد برخولی غلام حیدر، این من گمان میکنم برای هر یک هنرمند جوان مایه افتخار است. با استاد بزرگ برخولی غلام حیدر چندین نقشه را آفریدیم که هم نفس یعنی همباز، یعنی اون نفری که در اصطلاح با زبان تئاتری که پارتنر میگن با اون کس همکار، همباز و هم نقش آفر میشوند در صحنه. یک روحیه، یک الهامی تازه و یک انرژی به خود خاصه میگیرد همباز با در اشتراک با برخولی غلام حیدر که من گمان میکنم این کمی در کم میسر میگرد. برخولی غلام حیدر میگوید که محبوبیت هنرش را آن وقت درک نمود که او را برای صحنه‌های تلویزیونی جلب نمودند. اولا او در برنامه‌های برای نورسان الفبا جان الفبا و بود نبود جلب شده بود. بعد از آن چندین نویله‌های تلویزیونی به میان آمدند که برخولی در نقش‌های اساسی بود. یک چای که بود بیار.
کلین یک چای کبودم کرده بیار. من از اول راضی نبودم مردک. من میخواستم که دختری اپم رو به پسرمان دهیم. نه گفته طرفی پسرتان رو گرفتید. انا عاقبتش. چی عاقبتش؟ کدام عاقبتش؟ من نمیفهمم. بس کنه ده. گفتم کو نمیشود. از یک سال زیاد شد که حتی یک فرزند زایده نمیتوانده. میشود فرزند میشود، فقط صبر لازم، صبر. و یک آیله دار شوی هر دویمون را به خاطر آریم. تو بعد از 8 سال تولد کردی و همه تافته بافتد، یک پسر و یک دختر. چی؟ من این را بهانه کرده از تو جدا می شدم؟ و من جدا نشدم کو. شما چی ها میگویید؟ این ما دیگر بودیم. شما دیگر بودید. من اصلا از خردی قهرمانی همه اثرهای بچگانه همه تئاتر گویم خطا نمیکنم. با در تلویزیونم چند برنامه بود، در همونجا هم راست گپ خوب فعالیت میکردم. از آن جمله در برنامه بود نبود، همه تلویزیونی، برنامه تلویزیونی الف با جان الف با این چندین نمایش های دیگر که ثبت می شدن، در همونجا هم خیلی فعالیت داشتم. و عجایبش همین بود که نقش های بچگانه که من اجرا می کردم تأثیر می کردند، اما تأثیر نقش می موند از در اصل. یک وقتا فاطمه اپا خدا رحمت کند گفت ولی همین صحنه به نهایت پرواز میکنیده بچه برای خدا 3 سالت هم کلانتر میگفت همین نقش های کل بازیگر اینا 3 سالشون کلانتر است، همین به نظر گیرید. فاطمه اپا غلام آورد. من همین گفتم در حقیقت چیزی که حقیقت است همین خیلی بود. بعد آهسته آهسته یک کمبودی اساسی همین بود. وقتی که نقش های بچگانه را بازی میکنه و شما یگان نقشی جدی میتین، همو در وجود شما میمونده است. این همین خیلی بود است تئاتر. خیلی نازک هم دارد. برخوالی غلام حیدر با 2 خصوصیت برای ما یک موقع، یک درجه و یک مقام خاصی دارد. همچون هنرمند عالی است و همچون انسان، همچون شخصیت بهترین و هماویزی به هر دو این، یعنی که هنرمند بودن، انسانی خوب بودن، این یک بود تماما یک کسبت دیگر، یک سمت دیگر است و کم در کم وا می‌خورد که هم هنرمند خوب بودن و هم انسانی عالی بودن. برخوالی غلام حیدر از اون نفرایی است که هم انسانی خوب هستند و در برابر این استعداد بی‌نظیر دارند. در یکی از نویله‌هایی که مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه روی کار آورده است با کارگزاری، یعنی کارگردانی مظفر رحمت و اشکیرش که اون کس در اونجا پدری من بازی کردن، به نهایت در یک سبک عالی و در سبک به نهایت تکرار ناپذیر اجرا کردن قهرمان خود را. چرا تنت کنالو؟ ترشنم! بزنی چپانشا! با ما حمله آورد! برخوالی میگوید که پیوسته در تئاتر کار کرده توانسته است تا برای نقش آفری در تلویزیون و سینما وقت بیابد و هیچ وقت در این مسئله مشکلی را ندیده است. تئاتر دولتی اکادمی به نام لاهوتی بزرگترین مکان است که او سالهای دراز فعالیت نموده و نقش‌های بزرگ و خرد را آفریده است. از پیروهای خود افتخار میکند که یک بچه بی پشت و پناه را تقدیر به شهر آورده و روی بزرگترین صحنه تئاتر وطن جای داده است. به این خاطر خود را نزد جوانان قرضدار می‌داند و کوشش می‌نماید تا آنها را رهبر خوب باشد. شادم از آن که من در تئاتر اکادمی درامایی به نام عبدالقاسم لاهوتی همراه چنین استادا کار میکنم. اکای برخوالی برای اکا گفتن در یک اتاق ما کار فعالیت میکنیم. استاد برخوالی هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان یکی از شخصیتی هستند که در حقیقت دلشان یگان کینه نداره و یگان جوان، همه جوان اگر که بینن
همه وقت نصیحت میکنن، همه وقت میگن بچه جان بین از انمی خودت نشون ده، این خیل کن، این کار کن، یعنی که همه وقت درباره نقش خود کار کن میگن. مثلا نمایشی که اگر استاد برخوالی غلام حیدرов در اون بند باشن، همه وقت در پشت کلیس همه وقت و بالای خود کار میکنن. من مشاهده کردم چند مرتبه با میگم همه اگر مثلا هست فرقیت میگم همه هنرمند این کار کردن. مثلا ما جوان فارغ بالتریم، نه که استاد برخوالی غلام حیدرов این استادی هستن که همه وقت در بالای نقش خود کار میکنن. با استاد هم در کینوفیلم ها و هم در نویله ها و اینچنین در تئاتر کارهای بسیار که کارهای ایجادی زیاد کردیم. یک خصوصیتی بسیار خوب دارن اون کسا. خصوصیت خوبشون همین است که پیش از نمایش سرچینه البته یک ساعت پیش میان و یک ساعت پیش در کنار در گوشه در یک علاهیدگی میایستند و یک ساعت پیش نقششون رو قهرمانشون رو تمرین میکنند و میآفرند و این بنهایت یک چیزی خوب است، یک اسلوبی، یک طرز کاری خوب است که این در استاد برخوالی غلام حیدر دیده میشود و همیشه با ما تاکید میکنند که پیش از اون که اگر هر کس که بخواهد که در صحنه نقشش عالی باید و خوب باید، پیش از همه باید که پیش از نمایش یک ساعت در همون ترانس یعنی در همون جریان و در همون سمت باید که قرار گرفته باشه. عموما از همه صحنه‌ای که وزبین‌تر ما همراه استاد برخوالی غلام حیدرov در نمایشی که تشویش نام داشت استاد جرانی موندگیان، نوردین جرانی موندن، ما دو نفر همگی در صحنه بودیم. از اول صحنه تا آخر همراه برخوالی غلام حیدرov تا آخر از صحنه نمیبرآمدیم. یعنی میدیدم که چقدر خیلی سن و سال، یعنی که سن سال ما جوانتر و یا از ما کلان سالترند و یا تمام وجود بازی میکردن، با تمام وجود بازی میکردن، عرق ها از وجودشون میبرآمد، لیکن خانه نمیشدن. میگفتن که ما حالا قریب که 70 رفتن، حالا نمیگو که 70 در صحنه برابر ما جوانا میپرند میجرن گفت بازی میکنن. استاد برخوالی غلام حیدرov از زمره هنرمندانی هستند که ذوق بلند ایجادی دارند. وقتی که ما مراتبه اول به تئاتر همچون هنرمند به کار اومدیم، استاد از همون لحظه های اول تاکید میکردند که شما جوانان دوران استقلال باید همیشه کتاب مطالعه نمایید، از تاریخ و گذشته نیاکان خود برخوردار باشید و دویم تاکید می نمودند که انا با همین مصرع ها را تکرار میکردند که به کتاب ای دوستان بنیاد ما ناروشن است، تیره و تاریک همچون خانه بی روزن است. برخوالی میگوید که در جاده انتخاب کرده جای موفق گشتم، جای دیگر امکانیت را نادیده گرفت و انتظار بود که فرصت برایش دست میدهد، ولی در زندگی امکانیت نه همیشه موثر می شود. به این خاطر نه همه آرزوهایش در صحنه تئاتر عملی شدند و از خود باوری دارد که در امکان در دست بوده تواند باز کاری را برای خود و وطن کرده باشد. در ایجادیات هم مبارز باید باشید، لیکن متاسفانه وقت فرصت نمیدهد، وقت میگذرد، خیلی حاضر بسیار آرمان ها و هوس ها هستند، لیکن با وجود آن من نسبت به کار و کسبم همچون یک اکتور کوچکی تئاتر صادق بودم و صادق هستم.